Yo, how you doing guys? Welcome to my YouTube channel. خوش اومدین به مرحله بیسمنت کلین، اولین مرحله از هند. بدون معطلی بزن بریم. یه فکت جالب راجع به مرحله اینه، کلهم ما تنها فوتیجایی که از تارگتمون داریم فوتیجای 6 سالگیشه، نه بیشتر. هیچ اطلاعات بیشتر نداریم. He has managed to steal an extremely valuable piece of software. It works as a key signature in military software and was until recently the exclusive property of... هیچی نمیخوایم اینجا، کانتینیو خالی میزن. Quite impressive. No time to enjoy the view. My work is underground. خب اینجا اولین کاری که میکنیم مستقیم میایم در اینجا رو باز میکنیم، میایم این گوشه. بعدش اینجا کمد 137 باز میکنیم. همه چی رو برمیداریم میایم این بیرون. مستقیم برش در اینجا رو باز میکنیم، پلیس بامب رو میزنیم، میایم این بیرون. الان ما بمب کاشیم، یه بمب کوچیکه اسم گرینیده، باعث میشه که آژیر خطر ساختمون به صدا در بیاد. از فرصت سوء استفاده میکنیم و لباس آتش نشانا رو میپوشیم. بلافاصله میایم اینجا، این در اینجا رو چنج کلودز رو میزنیم، خبر اینجا رو برمیداریم، سریع میایم این در اینجا باز میکنیم، میریم پایین. میایم اینجا وای میسیم، سریع اون سیستم امنیتی رو که زدیم میایم این پایین. پیک لاک میکنیم، فایر وایر رو در میریم آماده. ایشون سرگرم کارشون میسازیم ایزی. Agency, this is 47. I've got first objective down, but something weird here. I'm pretty sure he's got a twin brother. 47, this is Diana. Let me run that through the database. Keep on track with your mission and I'll get back to you as soon as I check this out. I'm watching him on a monitor now. Is there another apartment in the complex? It looks as if he's in one of the buildings. Please check if Koniwaras has another address here. خب اینجا برگشت مأمور 47 گفتش که ببین من تارگت رو زدم دایانا، ولی به نظر میاد با توجه به عکسی که روی میزشه و مانیتورش یک فرد دیگه که برادر دوقلوی این هستش وجود داره، یک تارگت دیگه که به نظر میاد رکب خوردیم و ممکنه اونم تو همین ساختمون باشه. گفتش که لطفا چک کن فایل رو، اگه اطلاعاتی دستگیرت شد به من بگو. دایانا هم گفت تو بقیه کارهای مأموریت رو انجام بده، من به اطلاعات میرسونم. خیلی ساده. شما مستقیم اینو که زدین میایم این در خارج چیم. مستقیم اینو میایم سمت راست.
خب اینجا ریت مرحله هم شد سایلنت اساسین. توی 3 دقیقه و 37 ثانیه براتون رفتم. لطف کنین چنل یوتیوب ما رو ساب کنین، لایک کنین و کامنت بذارین. تا دیدار بعدی، پیس اوت.